تمرینی که تو فعالسازی رفتاری میخوایم بگیم، اول تمرین میگم که برای فعال سازی علایق فرد، فعالیت‌هایی که جز علایقشه، جز سرگرمی هاشه. قبلا این کارا رو انجام میداده، لذت هم میبرده. حالا میخوام اینا رو مجدد فعال کنم، اما چطوری میخوام این رو فعالش بکنم؟ این 2 تا راه داره. یکیش اینه که من به مراجع میگم ببین فعالیت هایی که در گذشته انجام میداد و برات لذت بخش بوده رو لیست کن. مثلا میگه من میرفتم کوه، دور همی میرفتم، نمیدونم باشگاه میرفتم دیگه، میرقصیدم، نقاشی میکشیدم، آهنگ گوش میکردم، هر چیزی که خود مراجع مینویسی. فعالیت های لذت بخشی که گذشته انجام میداد و الان دیگه انجام نمیده. ما فرد میخوایم که اونها رو انجام بده، اون فعالیت ها رو انجام بده و بتونی فرد تو شرایط بهتری قرار بدی. بعد از اینکه فعالیت ها رو لیست کردم میگم تایمر خالیت هم در طول هفته به من بده. تایمر خالیت رو در طول هفته به هم بده. تو ساعتهای خالی هستی در طول هفته؟ مثلا میگه شنبه ساعت 12، یک شنبه مثلا ساعت 7 صبح تا 10. همینطوری دونه دونه اینا رو در. مثلا فرد نوشته من قدیم مثلا فیلم نگاه میکردم، یا سینما میرفتم، یا تئاتر میرفتم، یا پیاده روی میرفتم، میرقصیدم، آهنگ گوش میکردم. دیگه اینا رو انجام نمیده. تایمای خالیش این کارهایی که در گذشته انجام میداده و الان دیگه انجام نمیده رو جاگزین کنید. وقتی که جاگزین کردیم بعد اینها رو باید انجام بدیم. یعنی دوباره داریم اون فعالیت‌های خوشایندی که در گذشته انجام میداده رو احیا میکنیم. باید سماجت داشته باشیم، چون قبلا دوست داشته انجام میده. حالا یه سری هیچ فعالیتی ندارن انجام بدن. تکنیک دوم رو میخوام بگم. مثلا میگم من اصلا هیچ کار نمی‌کردم، مثلا حالا حوصله توضیح بده که چی کار میکرده. مثلا میگه من هیچ فعالیت انجام نمیدادم، اصلا همیشه همینطوری بوده. من میام تست بیگ 5 یا نئو رو میگیرم. بچه کسی که مصرف مواد یا الکل داشته اول باید ترک کنی. اینا رفتارهای سالم که نیست. شما حتی کسی که مصرف مواد یا الکل داره باید اول بفرستی پیش فردی که روی این موضوع کار میکنه، حالا ترک بکنه. حالا یه سری دوره هایی هم هست، NA برای موادیاست، AA برای الکلیاست. میرن اونجا اگر خیلی شدیده اعتیادشون ترک میکنن. گروه هایی هست که لیدر دارن و اینکه این باید حل بشه. حتی شما فردی که مواد مصرف میکنه، الکل استفاده میکنه رو نمیتونی که با همین تکنیک ها رو کش بکنی. باید اون مورد رو بذاری کنار. درست شد؟ و رفتارهای سالم آقای دایی، درست شد؟ رفتارهایی که سالمه، رفتارهایی که به سلامت جسم و روان آسیب مواد میزنه یا نمیزنه بچه ها؟ خب چیزی که به جسم فرد، به روان فرد داره آسیب میزنه که دیگه توصیه نمی کنیم. اومده پیش شما، آسیبی که بهش وارد شده و حال بدی که داره تجربه میکنه رو حل کنه. خب اگر بخواد که مواد استفاده کنه، مشروب استفاده کنه، این باز جسم رو داره آسیب میزنه، روان رو داره آسیب میزنه. فعالیت‌های سالمی که در گذشته انجام میداده و احساس خوشایندی رو به دست می آورده. بچه قابل فهم توضیح میدم یا نمیدم؟ اگر به هم بگید ممنون میشم. مثلا یک میگه من تفریحم کشتن آدمه، این روانش باید ترمیم بشه دیگه. مثلا تو کار مخرب، مثلا یکی میگه من دزدی کردن حالم رو خوب میکنه.
خب باید از اون فضا دور بشه آقای دایی. مثلا الان یه مراجع اومده پیش من و آب جوی که درش قرار داره باعث شده که رفتار ناسالم بکنه.